مقامات محلی در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت به تأسیس دسته‌های آوازخوان‌ها، آشپز و گردانندگان توی و نواربرداران پرداختند. این ولایت 18 ناحیه را در شمال تاجیکستان در بر می‌گیرد. اقبال تشایف رهبر شعبه تحلیل و اطلاعات حکومت شهر اصفهان روز 2 دکامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت حالا تمام رئیسان شهرک و جماعت‌ها دستور گرفتند که گروه‌های خدمت رسانی به مردم را تأسیس بدهند. به قول تشایف این گروه ها عبارت از آوازخوان‌ها، نواربرداران و راویانی توی خواهند بود. ناحیه‌های ولایت سوخت بعد از یک دستور رئیس ولایت عبدالرحمن قادری به تأسیس چنین مرکزها پرداختند. در آخر ماه سپتامبر امسال قادری در مجلس وکیلان ولایت گفت از مردم شکایت دریافت کرد که نرخ کرایه آوازخوانان، فتح عروس و اجاره تویخانه‌ها خیلی گران است. قادری بعد از آن به مقامات‌ها دستور داد که در نزد هر جماعت دسته آوازخوان‌ها، آشپز و نواربردار و اجاره لباس عروسی را براه مانند تا با نرخ‌های دسترس و از روی انصاف به مردم خدمت رسانند. مقدمه هاشم زاده سردار اداره ثبت اسناد حالت‌های شهروندی ولایت سوخت که نیز در مجلس رئیس ولایت شرکت داشت گفت اصلی دستور این بود که این مرکزها در نزد مقامات شهرک و جماعت‌ها تأسیس یابند. او گفت جماعت‌های دیهات برای گفتن که در مرکزها تشکیلی لباسی و چیزی عروسی داموتی ماشین‌هایی و برای وقتی نکاح گذاشتن صنعتکاران، حتی من گفتم که آینده آشپز و وهای هم گفتن، بعد توی خانه‌های گفتن نقش معین که مونتون که شهروند اومده مبلغش به نگاه کنید بعد هم انتخاب کند. کوشش مقامات ولایت سوخت برای به تنظیم درآوردن نرخ آوازخوانی توی، کرایه لباس عروس و اجاره طربخانه برای برگزاری توی در حالی است که اقتصاددان‌ها میگویند این مسئله را خودی بازار معین میکند و دخالت دولت به این ساحه بی‌مورد است. برای خدمت رسانی توی نهایت گران است. ولی صاحبان جشن و توی ها میگویند نرخ دعوت آوازخوانان به خصوص آنهایی که در سطح جمهوری نامدار هستند نهایت گران است. با گفته صاحب جشن ها نرخ دعوت برخی از آوازخوان‌های نامدار تا به 4-5 هزار دلار میرسد. فیضعلی حسنوف آوازخوان شناخته تاجیک با تصدیق این گفته ها میگوید در طول بیش از 20 ساله تجربه آوازخوانی‌اش بار هم قبل از معرکه از صاحب توی پول معینه طلب نکرده است. او در یک صحبت با رادیو آزادی گفت من در جواب میگویم که هم توی داره که چنده که شما همت دارید خدمت ما را قدر کنید، دیگه من نرخ نمیگذارم. نه پیشکی من نه شرطنامه نمیبندم پیشکی. همین میگم که برادر همین همت شما چند که باشه خدمت ما را قدر کنید. تمام. او حافظات سطح زندگی مردم حساب نمیکنن و همین هوایی گپ میزنن و یا حق ندارن که خودشون نرخ هنر خودشون بلند کنن. او حافظایی که شما بگین او حافظات در 500 تومان نمیارزن. حکومت تاجیکستان 10 سال قبل برای کم خرج کردن توی و جشن‌های مردم قانون تنظیم رسم آیین را قبول کرده بود. مقامات تاجیکستان گفته بودند که قانون تنظیم مراسم ملی در طول 10 سال گذشته 18 میلیارد سامانی مردم را صرف کرده و 1.5 میلیون چاروا را از ضبط شدن رهانیده است.